از شر این 5 آدم توی زندگیت خلاص شو. 1. استفاده کننده. اونا فقط تا وقتی دوستت دارن که به دردشون بخوری. کافیه چیزی که میخوان رو بهشون ندی تا ناپدید بشن. 2. شکایت کننده. اونا با شکایت کردن راجع به چیزایی که حاضر به تغییرشون نیستن آرامشت رو میدزدن. 3. سرزنشگر. اونا تو رو مقصر جلوه میدن و خودشون چیزی رو گردن نمیگیرن. اونقدر ماهرانه گولت میزنن که آخرش حتی خودتم باور میکنی مقصری. 4. رقابت طلب. اونا شاید بخوان موفق باشی اما قطعا نمیخوان موفق تر از خودشون بشی. و در آخر 5. سوء استفاده گر. اونا از بخشش، اعتماد و وفاداریت سوء استفاده میکنن و تو وقتی متوجه این قضیه میشی که دیگه تو زندگیت نباشن.